دکتر جون، ضمن هفته گذشته با بحران‌های استراتژیک مختلفی که نظام الهیمون توش گیر کرده بود همش به یاد تو بودم. دلم واسط پاره پوره شده بود. پرونده دادم دوختنش، اون وقت تنگ شد براتون. تو وادی استراتژی قربون هر چی پا برنه که ریگی به کفششون ندارن. جون خودت ناکس. برم سر سوالات که تو چهارراه ترافیک استراتژیکی بالاست. آی دکتر، همه چراغ خطرها هم روشن شدن. به بالا رو رکاب بینم چی کار میکنی؟ آی دکتر، هر کی میره سفر دنبال یه چیزیه. یکی میره دیدن، یکی میره سیاحت، یکی میره زیارت، یکی تجارت، یکی در میره، یکی میره درس بخونه، یکی میره جاسوسی، یکی میره دستبوسی، یکی میره وکانس، یکی کنفرانس. خلاصه هر کی یه علتی داره. اما این سفر نوری مالکی پیش شیطان بزرگ رو از منظر استراتژیکی شما چطوری تعبیر میکنین؟ چی گیرش اومد توی این سفر؟ مریض بود بلند شد رفت اونجا، این همه تو روزنامه ها و تلویزیون ها و کوچه و خیابونه واشنگتن فوش بخوره و بیاد؟ او همچین میگی انگار مثلا تو عراق که بوده صف کشیده بودن که قربون صدقش برن، رفته اونجا فوش خورده تفلکی. مرحوم مووی در مورد اینجور کسا همیشه میفهمودن که بزن با حد و رزم میکردن. بله، میفهمودن که طرف انقدر اوضاعش داغونه که وقتی بره جهنم همه عذابای جهنم فقط میتونه قلقلکش بده. اقلا رفته اونجا فوش انگلیسی خورده شیک، تو معتبرترین روزنامه‌های دنیا عکس بزرگش رو زدن. ولی آی دکتر زیرش نوشتن قاتل. مگه تو باید به زیر همه چی کار داشته باشی؟ خجالت بکش. مرحوم مووی همیشه میفهمودن بزن با حد و رزم میکردن. بله، میفهمودن که عکست بره تو روزنامه، ولو تو صفحه حوادث بنویسن صاحب این جسد بیاد پزشکی قانونی ببرتش. آی دکتر چشم، من به زیرش کاری ندارم، ولی بغلش این هادی عامری رو برای چی به خودش برده بود؟ این که مثل گاو پیشونی سفیده، همه پلیسای دنیا میشناسنش، عکسش تو جیب همشون هست. اتفاقا کار استراتژیکی همین بود که این یارو رو برداره و دست خودش ببره اونجا. بگو چرا؟ اینقدر شل نه، از ته دل. چرا؟ آفرین، فهمیدم که راستی سوالته. حالا اگه این یارو هادی عامری نبود که همه پروژکتورا میافتاد رو خود نوری، خودش هم عکسش دست کم پلیسایی نیست. مرحوم مووی همیشه میفهمودن بزن با حد و رزم میکردن. بله، میفهمودن وقتی یه جایی بوی بد میاد اگه داری بوگیر بذار، اگه نداری یه چیز بدبوتری بذار اون طرفتر که همه بگن پیف پیف پناه بیارن به همین جایی که تو هستی. پس اون اینو برداشته برده به خاطر دکترین بوگیر. بگو این چرا رفت حالا؟ این چرا رفت حالا؟ چون اگه این فرصت رو از دست میداد دیگه به خوابم نمیدید که یه فرودگاه خارجی پیدا بشه که بره و نگردنش و نگیرنش. دستبند، عکس، این طرف اون طرف، یه شماره زیر بدنش رو برو اون طرف. مثال قلوب شما بزن بهادر کوچولو اخوی استراتژیست بزرگ و گذاشتیمش 1 سال تمام درس خوند برای کنکور. اتفاقا روز کنکور افتاد به جام جهانی بازی انگلیس و آرژانتین. نرفت سر جلسه کنکور، رفت انگلیس آرژانتین تماشا کرد. بهش گفتیم مشنگ تو که 1 سال درس خونده بودی چرا نرفتی روز امتحان کنکور بدی؟ گفتش که کنکور هر سال هست اما جام جهانی 4 سال یه باره. آی دکتر زحمت نکشین، حیفه. برین اخوی رو روشن کنین، اقلا روح مرحوم ابویتون شاد بشه. قربونت برم. بریم آقا سر یه بحث دیگه، سر بحث تحریم ها. آی دکتر این تحریم ها بیچارمون نکرده، بدبختمون نکرده. این هفته ضربه تحریم خیلی سنگین شد. اسم حسن فیروزآبادی هم رفت تو لیست تحریم ها. این که اتفاقا از اقتدار نظام الهی ما بود، خودمون فرستادیمش تو لیست. این عرض و طول که بره تو لیست دیگه لیستشون جا نداره کسی دیگر بذارن توش، دیگه تموم شد. دیدی استراتژی رو طرف تو لیست که سهله، البته در مثل مناقشه نیست، ایشون رئیس ستاد نیروهای مسلحمون هستن، ولی اگه بخواد از در طویلا بره تو باید پاشنکش بذاری که بتونه رد بشه. لیست که جای خود داره. آی دکتر منو از دل نگرانی درآوردی. کارت کنم. دمت گرم که با اون جک استراتژیکی تونستین این نعش بحث رو از زمین بلند کنین. صفا کردم، واقعا صفا کردم. آی دکتر بحث بنبست استراتژیکی نظامه، مگه حرف خنده‌دار زدم؟ الان که فکرشو میکنم نه، حرف خنده‌دار نزدی، ولی اون اولش که گفتی جک رو مطرح کردی من فکر کردم جک گفتی.
اونم مدل استراتژیکی خیلی خنده‌دار بود. رو آب بخندی خجالت بکش. مگه خنده داره بنبست استراتژیک نظام؟ الان که دیگه روشن شده که جوک نبوده. خجالت نمیکشی؟ آدم گنده به یه جک میخنده؟ بله درسته آقای دکتر. بستن بحث این هفته رو با سوالی در مورد بستن تنگه هرمز انجام میدیم. یکی با اسم مستعار هوش. حسین شریعت مداری بله میشه بله هوش. بله نوشته خواستن تحریم کنن تنگه هرمز رو میبندیم. خوبه دیگه، یعنی نفت رو که تحریم بکنن خودمونم باقی مراودات خودمون رو تحریم بکنیم. مگر اینکه مثلا کشتیامون یه راهی داشته باشن که از زیر زمین خونه عمه هوش تردد کنن. مشنگ دکتر اینو ولش کنین. پرویز سروری تو مجلس رو ندیدین، گفته مانورش هم همین روزا میکنیم. شما به هوش میگین مشنگ، به این چی میگین؟ به این چی میگیم؟ به مشنگه گفتن تو چرا اینقدر نفهمی؟ گفت من که چیزی نیستم، بابامو ندیدیم. آفرین آقای دکتر، بنازم به تحلیلتون. قابلی نداره، یه فرقون ارادت دارم خدمتت، فقط خالیش کن که امانتیه. چشم آقای دکتر، من اگه از بلندی بیفتم شاید نمیرم، ولی اگه از چشم شما بیفتم حتما میمیرم. برای حفظ حرمت شما، با اینکه فهمیدم آخر برنامه تنگه هرمز رو بسته و نبسته، شما بازم سیختون رو به مقام عظما زدین و منظورتون از اون بابا مشنگه مقام عظمای ولایت بود، ولی هیچی نگفتم تا یه بار برنامه با صلح و صفا تموم کنم. هنر کردی ناکس، چرا حرف میزنی تو دهن من کجا به مقام عظما گفتم مشنگ و نفهم و سیخ زدم؟ تو چرا نمیتونی یه بار شما بدترشو گفتی آقای دکتر، شما آبرو براش نذاشتی. بشین سر جات قربونت برم، من دارم بحث تنگه هرمز میکنم، تو میگه سیخ میزنی به مقام عظما. من دارم بحث